سلام. مقامات میگویند در نتیجه حمله موتر بمب بر ریاست امنیت ملی سمنگان 10 شهید و بیش از 50 تن مجروح شده اند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. شورای امنیت ملی کشور گفته است حکومت در طی چند روز گذشته 180 طالب دیگر را نیز از بند رها کرده، اما طالبان در وعده‌هایشان بر رهایی هزار زندانی نیروهای افغان عمل نکردند. تصدی بست هلمند پس از وقفه چند ساله امروز به فعالیت آغاز کرد. توران جنرال محمد یاسین ولی هلمند میگوید با فعالسازی این فابریکه زمینه کار به هزاران نفر فراهم خواهد شد. اداره محافظت اطفال گفته است بحران ویروس کرونا 10 میلیون طفل افغان را از تعلیم بازمانده است. این اداره افزوده است که اکثریت متعلمین دسترسی تعلیم از راه اینترنت، تلویزیون و رادیو را نیز ندارند. و قماندان امنی کندهار میگوید عاملین منفجر ساختن پلها را قطعه خواهد کرد. جنرال تادین خان این اخطار را بعد از آن داد که طالبان شب گذشته 3 پل شاهراه کندهار ارغستان را منفجر کردند.